الله متعال بر انسان قرآن داده، صحیح نه؟ قرآن بر ما شما نازل کرده، رسول الله صلی الله علیه و نازل کرد که قرآن تفسیر بکنه. ما را بر شما مثل مزدورا ساخت که میای مکان از خانه خود تا به اینجا، صحیح نه؟ از پیشتان چیزی نمیخوایم، اون برتان درس میدیم. ما بر شما پیسه میدیم. باز یکم چی میگن؟ هر کس درس استاد ظاهر بشینه، استاد دایی که درس هر کس بشینه، در آخرش باز $100 میده. بگم تو خیر ببینید سب شیطان چه قسم مردم ها وسوسه میکنه. $100 در یک درس. پیسه رو از کجا میگیری؟ از یهود و نصارا. والا اگر یهود و نصارا بعد درس عقیده اقا پیسه بده، من میگم یا الله یا یهود و نصارا رو هدایت کن. چقدر خوب مردم است. در مقابل درس $100 میده شاگرداش. میگه شاگردای ازی او خب بیچاره خودش که درس میتنه، 4 تا شاگرد داره، 3 تاش دندان درد، 2 تاش هم در موبایل مصروف است. شما اگه پیسه نمیتین این چه رقم شاگرد پیشتان می نه کل شد. الحمدلله الله وقتی که بنده های خدا که میخواد هدایت بکنه، این جوانا رو شما سرشان 700 چینل کار میکنن، لکن 700 چینل وسو میکنه میده درس دین بشینه. هیچ نه در زندان یک دانه انگلیس بود، نه یگان دفعه میام you are changing life. چطوره کوی گفتم تمام روز شما کار کردم میگه که مردم ما چنج کنیم. در 100 دانه فیلم تو چنج نمیشه، در یک گپ ما چنج میشه. معلوم میشه که یک فیلم ما از 100 فیلم تو کردن. لکسر به خاطر ازی که هر کسی که حق خوش داشته باشه او رو الله هدایت میکنه.